Ассалому алейкум азизини саломат хонуда садо мешавед. Хоб, анакун қиссаҳоро кардам ба шумо гуфтам ки то соли мактаби тамом кардан хатм кардан дар шаҳри ваҳдат будем, райони Оринзоботӣ вақти СССР. ҳозир шаҳри ваҳдат мегӯянд. шаҳри ваҳдат аз Душанбе 17 километр масофа дорад. соли 1993 қиссаро ба шумо мекунам. 17 январ. خب ما در شهر وحدت بودیم. همسایه‌ها با پدرم گفتن که فرزندانتان رو به شهر به دوشنبه به یگان خانه خویش تبار فرستید که شهر وحدت ناآرام است، با دختران شما یگان چی نشود، یگان حادثه روی ندهد. من به شما گفتم پدر اویله ما بسیار اویله با آبرو بود در همون کوشه ما برای من برای احتیاط کردن و پدر مادر من همین پیشنهاد کردن. میگن که از تقدیر راه گریز نیست. برای چی این گپ رو به شما میگم؟ این رو در با دقت گوش کنید. از تقدیر راه گریز نیست. ما رو از شهر وحدت به شهر دوشنبه برادر خوردیم گرفته آوردن به خانه برادری کلانیم به شهر دوشنبه 16 ینور. یک شب ایستادیم. بعد روزی 17 شد پگاهش. جنگ رفته ایستاده بود. پران بود در کوچه های شهر، در دوشنبه، در وحدت، در همه جا. پس شب در خانه ما مهمون بود. یک مهمون از ازبکستان بود، از شهر سمرقند. برادرم آشناش جورش اومده بود. با دو مهمون از قرغان تپه اومده بودن. اکدو دادن. من و خواهرم بودیم. ما برادری خوردیم و مهمون از سمرقند و دو پسر از قرغان تپه. نخست شب وای شد. پیش از این به شما نقل کنم. خبر دادن در تلویزیون که به خانه ها در آمده وای میکنن. شما رو دکومنت هایتون میبینند و تفتیش میکنند که از کجا هستی نیستید و پس شما رو نمیرسن میدن. بعد که زنگ در شد برادرم گفتن که در رو نکشید، سلاح به دستان هستن، نکشید. برادرم گفتن که ای وای دکومنت های تفتیش میکنند و میروند. همین از در اومدن شت زده در اومدن. برادرم از زده دست یکتاش автомат بود، دست یکتاش پیستوله. بعد زده در اومدن وای در زال بودن با همراهی مهمان ها. دو پسر اکدو از قرغان تپه، یک تا بچه از سمرقند مهمان. اما خواهرم در دیگه کمد حجره بودیم. بعد مورا فایرو کردن چند کسی در خانه هست بیاین گفتن اینجا. بعد مورا اومدیم گفتیم چیکار باز اینجا بیاین گفتن. ما در کنج رفتیم با خواهرم ایستادیم. اونها رو زده ایستادن باشته میزنن سرشون خم میکنن بچه‌ها با پشتشون در پشتشون با چی میگن این خیلی بد چیز میزنن با کنی چی میگن که автомат میزنن در پشتشون. خب بچه‌ها رو زده برادری منم زدن. بعد دکومنتاتون در کجا گفتن دکومنتاتون بیارین. بعد برادرم رو یک تیر پراندگی بودن در شکمش که برادرم زنده بود. برادرم یک تیر در شکمش زده بودن اشتگی بودن. برادرم دستشون در بالای همون جای خون قپیده ایستاده زنده بودن لیکن از این نگذشته بودن. و برادرم به من گفتن که فیروزه خان رو پاسپورتای گرفته بیار نشان بده اینها. با من رفتم از پس همون پیستولی دور با همراهیم رفت. وقتی که من به حجره در اومدم پشت کلام ایست کردم که یک کسی خیلی میزنم که پشت کلام خیلی میزنم که خیال کردم که یک کسی خیلی زد پشت کلام خیلی افتیدم بیهوش. وقتی که افتیدم با خود آمدم خودم رو نیم برهنه در روی همون خانه دیدم. نیم برهنه دیدم در بالای سرم همون با پیستوlet ایستاده است. خیلی پوش لباسایت رو گفته رفت من. لباسایم رو پوشیدم. بعد از همین حالت من شوک دیدم. در شوک غلدم. پاسپورتای گرفته آمدم به همین زال. بگیری نمیتونم گفته اینجا برو. بخشید بگیره نمیتونم. بازی استیت کمتر بود امیدم نمیتونم بگیره این رو گفته. بازی دقیق.